با نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. تظاهرات مخالفین در داخل بینای سازمان امنیت و همکاری اروپا در وارشاوا. ایبدار کننده دولتی برای بزرگمهر یاروف 25 سال زندان نظامش پرزور با مصادره اموال طلب کرده است. امبودسمن تاجیک بزرگمهر یاروف را بدون حکم دادگاه گناهکار می‌داند. خانواده های شرکت کنندگان تظاهرات دیروزه به کمیته امنیت برده شده اند. آغاز طلب و تاراج نو اموال خانواده زید سعیدوف از طرف مقامات تاجیک. دیروز در شهر وارشاوا همایش سازمان امنیت و همکاری اروپا در ارتباط با حقوق انسان آغاز شد که در آن نمایندگان تاجیکستان هم در رأس ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان یا امبودسمن تاجیکستان شرکت دارند. برابر آغاز این جلسه در صحن آن تظاهرات مخالفان تاجیک نیز شروع شد. هدف از تظاهرات را یکی از شرکت کنندگان این تظاهرات نشان دادن وضع حقوق انسان در تاجیکستان و همراهی به پیشنهاد روز محبوسین سیاسی که 16 سپتامبر از جانب راهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسانه‌ای شده بود عنوان کرد. با تظاهرات در روبروی بینای سازمان امنیت و همکاری اروپا اکتفا نکرده، مخالفان به داخل بینا یعنی تالاری که در آن جلسه برپا می‌گردد وارد شده با فوتبالکاهایی که عکس محبوسان سیاسی را دارند در پس جلسه کنندگان قرار گرفتند. در این جلسه نمایندگان حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان نیز شرکت دارند. قرار است جلسه 2 هفته دوام کند. مخالفان هم میگویند کوشش خواهند کرد تا دوام این 2 هفته وضع حقوق انسان در تاجیکستان و تعقیب و حبس و شکنجه مخالفان سیاسی را به پررگی به شرکت کنندگان جلسه رسانند. دیروز در مرافعه دادگاهی بزرگمهر یاروف و نوریدین محکموف ایبدار کننده دولتی رستم تقدیرزاده پیشنهاد کرده است وکیل معروف دفاع بزرگمهر یاروف به 25 سال زندان محکوم و اموالش مصادره گردد. یاروف بر اساس بندهای 189 قسم 2 بند گ، 247 قسم 2، 307 قسم 2، 307 قسم 1، 340 قسم 2 بندهای ا، ب و ایبدار می شود. دادستان از قاضی خواسته از خانه، ماشین و مغازه یاروف مصادره کرده شود. اما نوریدین محکموف وکیل دیگر دفاع با ماده های 189 قسم 2 بند گ، 247 قسم 4 بند ب، 307 قسم 2 بند گ و 307 قسم 1 متهم می شود و ایبدار کننده دولتی برای او 23 سال زندان طلب کرد. این در حال است که ظریف علیزاده امبودسمن تاجیک در وارشاوا قرار دارد و باید به سوالات سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد تعقیب‌ها و حقوق انسان در تاجیکستان پاسخ گوید. وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان ظریف علیزاده دیروز در وارشاوا در پاسخ به سؤال مخالفان تظاهر کننده که چرا دادستان برای بزرگمهر یاروف 25 سال زندان طلب کرده است پاسخ داد که بزرگمهر نباید از آدمان پول می‌گرفت. او از 50 نفر پول گرفته است. این در حال است که مرافعه به اتمام نرسیده است و خود بزرگمهر تمام اتهامات علیهش را رد می‌کند. او در رفت دادگاه به پایه بودن همه عیب‌های را که علیهش اعلام کرده اند ثابت ساخته است و چند دعواگر هم اقرار کردند که آنها با فشار مقامات علیه یاروف عریضه نوشته‌اند. موافق قانون‌های جاری در تمام جهان یک نفر همان وقت گناهکار یا جنایتکار حسابیده می شود که دادگاه حکم گناهکاری او را صادر کرده است. در عکس حال هیچ کسی حق جنایتکار نامیدن او را ندارد. وقتی وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در حاشیه جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا عاید به حقوق انسان به خودش اجازه می دهد که نفری را بدون حکم دادگاه گناهکار اعلام کند، از دادستان‌ها، امنیتی‌ها و میلیس‌ها چی می شود انتظار شد؟ کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعضای خانواده تمام اشتراکچیان تظاهرات دیروزه وارشاوا را به اداره این کمیته در منطقه ها برده زیر فشار سخت روانی قرار داده اند.
بگاهی دیروز و صبح امروز بیشتری آنها را مجبوری به اداره کمیته امنیت برده، اکثری آنها هنوز آزاد نشده اند. از جمله برادری فعال سیاسی جنت الله کامل را هم برده برادرش تا هنوز آزاد نشده است، در حالی که جنت الله در تظاهرات شرکت نداشت. خانواده فعال سیاسی الهام جان یعقوبوف هم با شمول مادر، برادران و فرزندان آنها به اداره امنیت ولایت سوغد دعوت و بازجویی شدند. با اطلاع یک منبع، عین حال در اداره امنیت شهر دوشنبه بیشتر از 30 نفر نزدیکان مخالفین سیاسی تاجیک قرار دارند. با اطلاع چند منبع، حتی خانواده آنهایی که اصلا نه در تظاهرات و نه یگان معرکه دیگری حزبی شرکت نداشته، تنها در خارج کشور قرار دارند، دعوت و بازپرسی شدند. طبق معلوماتی که امروز من به دیگر واسطه ها به دست گرفتم، عبارت از دیروز برادر من کاملوف زبیدالله سال تولدش 1977 از طرف مقامات امنیتی و حفظ حقوق بازداشت شده است و تا به حال در بازداشتگاه ناحیه دنقره قرار دارد. البته مثل پیشین سبب بازداشت ایشان فعالیت‌های سیاسی من میباشد. هر وقتی که اون را بازداشت میکنند مورد پرسجو قرار میدهند. البته قضیه من است. از من میگویند که چرا دادری تو با فعالیت‌های سیاسی یا با پیکت و به دیگرها دست میزند. همچنین برای شما میخوام یادآور کنیم که پیکتی که دیروز در ورشاوا کشور پولش برگزار شده بود، البته ما در اونجا متاسفانه با تاسف میگم که حضور نداشتیم، اما بر ضمن این هم مقامات امنیتی و حفظ حقوق ناحیه دنقره بدون هیچ سبب، بدون هیچ عیب برادر من را آمده از خانه بازداشت کرده و یا دعوت کرده گرفته به همون ناحیه دنقره بردگیان. و همچنین برای شما میرسونم که این بار یکم نیست که برادر من از جانب اونها بازداشت یا مورد پرسجویی قرار میگیرد. تقریبا این باری مراتبه 4 یا 5 میباشد که نه یک برادر من بلکه 2-3 برادرم مورد بازداشت و پرسجو قرار میگیرند. حتی 3 ماه قبل تمام خانواده من با شمول بعضی از نزدیکانم هم بازداشت شده بودند و بالای اونها تهدید شده بود که ما بالای شما هر کاری را که بخواهیم انجام میدیم و حتی تلفن‌های اکثر اونها مصادره شده بود. خیرالله سعیدوف، پسر بزرگ زید سعیدوف، در صحیفه فیسبوکی خود از ظلم و ستم نوی مقامداران خبر داده است که اموال باقی مانده زید سعیدوف را میخواهند طلب و تاراج کنند. طبق اطلاع او 49% سهم زید سعیدوف از مرکز سودای پایتخت $400,000 نرخگذاری شده به آکوشف نام قزاق داده شده است، در حالی که قیمت سهمیه های مربوط به زید سعیدوف 10 برابر بیشتر بوده است. اینک بعد گذشت قریب 1 سال مقامات دعوا دارند که زید سعیدوف از آکوشف قزاق حدود 2,800,000 سومونی دیگر قرضدار است. با این راه مقامات میخواهند خانه و اموال فرزندان زید سعیدوف را نیز مصادره کنند. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی، خدا نگهدار.